با نام حسین عشق آفرین، فرزند بی‌نظیر آن امام متقین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب آغاز میکنیم. با نام خدای سبحان بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنم بینندگان خوب درجه که شبکه قرآن. خیلی خوش آمدید. یاد خدا سفره معرفت و بصیرتی است که در وقت عصرگاهی و شامگاهی در کنار مسجد شریفه بانوی با کرامت، بانوی آبائین حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها پهنه و شما مهمان این سفره پر از عشق و ارادت و محبت هستید که با فانوس‌های معرفت یاد خدا زینت داده شده. خیلی ممنونم که باز هم شبکه خودتون رو انتخاب کردید و می‌خوایم این لحظات و این ثانیه‌ها از عشق بگیم، از دلدار بشنویم و سر سفره قرآن کریم باشیم با عطر خوش ارادت به بانوی با کرامت و دانای راز این بزم معرفتی و بصیرتی ما استاد حاج ابوالقاسم هستند که اجازه بدید پیش روی شما باشین عرض سلام، خوش آمد و تسلیت داشته باشید. سلام علیکم، خیلی خوش آمد. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام که فردا در واقع 25 ماه محرم سال روز شهادت اون حضرت هست. خیلی خیلی متشکرم. این دو بیتی که ابتدا خواندم در رسای حضرت سجاد سید العباد، این امام نازنین سید الساجدین، اشاره مجری برنامه به همین رخداد گرانسنگ و پر از دلتنگی و دلشکستگی بود، یعنی شهادت آقا جانمون حضرت علی بن الحسین السجاد که سلام خاکیان و درود افلاکیان بر او باد، که اگر ما بهره از عاشورا داریم به برکت کلام نورانی و حماسه حیدری اوست. سر سفره قرآن هستیم. محضر استاد حاج ابوالقاسم در روزهای گذشته در خصوص نصرت الهی صحبت کردیم که چه برکات عجیبی در زندگی ما ایجاد میکنه نصرت الهی. اگر اهل یاری خدا باشیم، خدا هم وعده کرده که قطعا نصرتش به ما میرسه. جلوه های نصرت خدا رو در روزهای گذشته با هم بررسی کردیم. محضر استاد حاج ابوالقاسم به جنگ بدر و احد هم اشاره کردن و باز هم ببینیم این نصرت خدا چگونه است و چگونه میتونیم بهش دست پیدا کنیم. خدا خدمت. سلامت باشید. بله، خدای متعال در سوره مبارکه محمد آیه 7 صلوات الله و سلام علیه فرموده است یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. شما بیاید پای کار، خدا هم به شما کمک میکنه. جلوه های نصرت الهی رو چند تاشو عرض کردیم. یکی از جلوه های نصرت الهی که امروز میخوام بهش بپردازم این است که خدای متعال به قدرت مؤمنان ضریب میدهد و قدرت مؤمنان رو به شکل شگفت‌انگیزی افزایش مضاعف میکنه و همین باعث میشه که مؤمنان در مواجهه با دشمن مقایسه هایی از سنخ مقایسه اهل دنیا نداشته باشن که مثلا ما این تعداد هواپیما داریم، اونا این تعداد، اونا هواپیماشون بیشتره پس در موازنه قدرت شکست خورده ایم. نه، این منطق قرآن و روایات نیست و خدا وعده داده که قدرت مؤمنان رو افزایش میده. من حالا چند تا آیه بخونم. سوره مبارکه انفال خدای متعال به پیغمبر میفرماد یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. پیغمبر بگو مؤمنین برای جهاد آماده باشن، نترسن. بعد دلیلی که میاره اینه، میگه ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر از مؤمنین، از مسلمان ها اگر 20 نفر اهل صبر بیان به میدان، اینها بر 200 نفر غلبه میکنن. یعنی هر یه نفر مقابل 10 نفر. مقابل 10 نفر. چه اتفاقی میفته که اینجوری میشه؟ قرآن میفرماد ذالک بانهم قوم لا یفقهون. دلیلش اینه که اونها این درک عمیقی که شما از معنای زندگی، از معنای مبارزه، از معنای جهاد و شهادت دارید، اونا ندارند. اونا چیزی به نام شهادت رو نمیفهمند، فتح و پیروزی نمیدانند. ببینید این سربازانی که توی رژیم صهیونیستی مثلا فعالیت میکنن، من یه وقتایی دلم برایشون میسوزه، میگم این بدبختا اصلا با چه انگیزه‌ای میان میدان. اصلا آقای دکتر چند روز گذشته هم آمار خودکشی‌هاشون خیلی زیاد شده در بسیاری از جنگ‌های دشمن. حالا چه این جنگ، چه جنگ‌های دیگری که امریکای جنایتکار داشته، آمار کسانی که بعد از جنگ خودکشی میکنن
دچار افسردگی‌های مزمن میشن، دچار بیماری‌های روحی روانی میشن، برای مدت‌های طولانی بستری میشن. اینا اصلا یه آمار عجیب و غریبه که واقعا جا داره اگر عزیزانی که اهل تحقیق هستن در حوزه‌های روانشناسی این سوژه رو سوژه خوبی برای تحقیق ببینن و این گزاره قرآنی رو در قالب یک پژوهش روانشناسی به اثبات برسونن. بعد می‌فرماید و ان یکم منکم مئة یغلبوا الفا من الذین کفروا. شما 100 تا باشید بر 1000 تا غلبه میکنید. بعد قرآن میگه البته این مال شرایط ایدئاله. اگر شما در شرایط ضعف ایمانی باشید، می‌فرماید که اگر در شرایط ضعف ایمانی باشید، باز هم شما با اونها یک به یک نیستید. میگه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. بله. الان که ضعیفید تازه ان یکن منکم مئة صابره یغلبوا مئتین. 100 تای شما بر 200 تای اونها غلبه میکنن. و ان یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن الله. 1000 تای شما بر 2000 تای اونا در شرایط غیر ایدئال، در شرایطی که دچار ضعف ایمانی باشید. مردم ما در این ایام دفاع 12 روزه و دفاع مقدس 12 روزه نشون دادن که در اوج شرایط ایمانی هستند. الحمدلله. لذا من فکر میکنم ما اگر بخوایم بر اساس منطق جنگ موازنه قدرت رو ارزیابی کنیم، لااقل باید 1 به 10 ارزیابی کنیم. بله. یعنی اگر جمعیت ما 1 بود، جمعیت دشمنمون 10 بود، بریم به استقبال جهاد و نترسیم. اگر موشک ما، هواپیمای ما 1 بود، اونها 10 بود، نترسیم و بریم. این وعده خداست که ما پیروزیم. من این نکته هم عرض بکنم، اونایی که اهل دقت‌های فقهی هستن، مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح لومه که کتاب فقهی هست، ایشون فرموده بر اساس اینا اگر سپاه اسلام 10% سپاه کفر بود، اینها حق ندارن از جهاد صرف نظر بکنن. صحنه رو ترک نباید صحنه رو ترک بکنن. حالا من چند تا عدد بگم برای که بینندگان عزیز بدونن که این اتفاق در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده. در جنگ بدر سپاه اسلام 300 نفر بود، سپاه کفر 1000 نفر، یعنی 1 به 3. 3 برابر بود. در جنگ احد سپاه اسلام 1000 نفر، سپاه کفر 3000 نفر، که جنگ احد هم اگرچه یک شکست مقطعی داشتیم، اما نهایتا مسلمان‌ها پیروز شد. اولش پیروزی بود، آخرش هم که دیروز عرض کردم پیروزی بود. اینم 1 به 3. جنگ احزاب سپاه اسلام 3000، سپاه کفر 10000، باز 1 به 3 برابر بیشتر. جنگ موته خیلی جالبه، سپاه اسلام 3000، سپاه کفر 150000. الله. یعنی 1 به 50 اینا پیروز شدن بر اونها. جنگ با ساسانی سپاه اسلام 50000، سپاه ساسانی 500000. 1 به 10. 1 به 10. جنگ یرموک اسلام و روم جنگی داشتن که فرمانده رومی هرقل بود اسمش. بله. سپاه اسلام 24000، سپاه کفر 200000. 1 به تقریبا 9. بله. 1 به 10. این حالا مال عموم مؤمنینه. اونهایی که یک فوق‌العادگی دارن، یه ویژگی خاصی دارن، مثل ائمه علیهم السلام، اون اصلا حسابش جداست. بله. در جریان جنگ خندق، در جریان جنگ خیبر، مسلمان ها یکی از قلعه های یهودی ها رو فتح کردن. قلعه دوم کار گره خورد، یه 10 روز طول کشید. پیغمبر اکرم فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدهم، غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. بله. فرار، کرار، غیر فرار. بله. پرچم رو فردا به دست کسی میدم که خدا و رسول او رو دوست دارن، او هم عاشق خدا و رسول است، او اهل حمله است و اهل فرار است. فردای اون روز امیرالمؤمنین رو صدا کردند و حضرت با افتخار پرچم به دست گرفت، وارد میدان شد و بالاخره رشادت فوق‌العاده از خودش نشون داد. بعضی از پهلوانان معروف یهودی رو که هیچ کس از پسشون بر نمی اومد امیرالمؤمنین به خاک افکند. یکی حارس بود، برادر مرحب. بله. و بعد اصل کاری اون مرحب بود. بله. که حضرت اون رو هم کشت.
یه قطعی است در تاریخ یعقوبی از مورخین اهل تسننه، میگه که سپر امیرالمؤمنین به زمین افتاد تو جنگ. ایشون رفتن به سمت درب قلعه خیبر. این درب رو یعقوبی میگه دربی بود از جنس سنگ. طول و عرضش رو میگه طولش 2 متر، عرضش 1 متر. البته ذراع به کار برده که 4 ذراع و 2 ذراع میگه. بله. ضخامتش هم در حدود نیم ذراع میگه، یعنی در حدود 10 سانتی متر، مثلا 20 سانتی متر. میگه حضرت با دستش این درب رو از جا در آورد و از این لنگه درب قلعه خیبر به عنوان سپر استفاده میکرد. و بعد از اینکه جنگ تمام شد و این درب رو حضرت زمین انداخت، یعقوبی میگه 8 نفر اومدن نتونستن این در رو بلند کنن. به امیرالمؤمنین گفتن یا علی این چی بود ما از شما دیدیم؟ اصلا چیز عجیب و غریبی بود. قدرت از کجا اومد؟ فرمود ما قلعتها به قوت بشریه. این قدرت بشری نبود، ولکن قلعتها به قوت الهیه. این قدرت خدایی بود. و نفس بلقاء ربها مطمئنة مرضیه. این کار یک روح بزرگی بود که به ملاقات پروردگار ایمان دارد و راضی است به ملاقات پروردگار و خدا هم از او راضی است. مرضیه یعنی خدا از او راضی است. ببینید اگر کسانی باشن در بین مؤمنین که اینها حالا اقتدای به اهل بیت میکنن و شاگرد مکتب اهل بیت باشن، اینا دیگه حسابشون جداست. این 1 به 10 و اینا که گفتیم مال ماهاست. اینا گاهی 1 به 100، 1 به 200، 1 به 1000، تا جایی که قرآن میگه ان ابراهیم کان امتا. یه جایی میرسه طرف اصلا کار یه امت رو میکنه یه تنه. بسیار خیلی ممنونم. این حدیث رایت رو که فرمودید که از زیباترین حدیث هاست و از شما یاد گرفتم عرض بکنم اینکه امیرالمؤمنین پیغمبر هم اشاره کردن کرارون غیر فرار، چون عده قبل از امیرالمؤمنین رفته بودن، شکست خورده بودن، فرار هم کرده بودن از صحنه و اتفاقا به قول معروف تو دل مسلمان هم خالی شده بود. در شرایط امیرالمؤمنین رفتن که شرایط خیلی خاصی بود که سلام و درود خاکیان افلاکیان بر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که حقیقتا عزت و آبروی اسلام بودند و شرف اسلام بودند. خیلی ممنونم استاد. سلام علیکم. چقدر خوب شد که به این حدیث زیبا رسیدیم. این نکات زیبا رو استاد جواد الحسن فرمودن. اما اونایی که میخوان در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روحی فداها در ایام 40 مشارکت بکنن، عمود 80 هست. زحمت بکشید عدد 22 رو به 301122 بفرستید. دوستانم راهنمایی میکنن، خادمان حرم فاطمه معصومه شما راهنمایی میکنن که چطور میتونید مشارکت بکنید در این آستان ملک پاسبان و شما هم خادم سید الشهدا باشید. کنار شما هستیم، هم نفس لحظه های زیارت حضرت فاطمه معصومه با گل یاد خدا. گفتم که علی گفت بگو سر الله. گفتم که علی گفت بگو عین الله. گفتم که به وصفش چه بگویم؟ گفتا لا حول ولا قوة الا بالله. به به، صحن و سرای با صفای این بانوی بزرگوار، دختر گرامی حضرت حیدر کرار. محضر استاد جواد قاسم هستم، جسارت میکنم امام باقر سلام الله علیه فرمودن هر وقت خنکای محبت ما رو در دلتون حس کردید، پدر مادرتون خیلی دعا بکنید که این نشان حلال زادگی است. وقتی نام امیرالمؤمنین میاد همچین حس خنکی و حال خوش به هممون دست میده، این نشان این پاکی طهارت، پاکی و طهارتی است که خدا به ما عنایت کرده و محبت علی بن ابی طالب فقط در دلهایی که ولادت پاک و طیب و طاهر دارن حلول میکنه. الحمدلله به این همه ذوق و شوق که با نام علی در دل و جان ما ایجاد میشه. خب استاد، داریم در خصوص نصرت الهی صحبت میکنیم. نصرت الهی رو به امیرالمؤمنین شما در قضیه خیبر فرمودید و اون اتفاق بزرگ و ستوری که آقا خلق کردن و باز هم بشتریم از نصرت الهی. بله، عرض کردم که بر اساس منطق قرآن ما نسبتمون با کفار 1 به 10 هست. یعنی یکی از ما بر 10 تای اونها غلبه میکنه. در شرایط ضعف ایمانی هم 1 به 2، یعنی کمتر از این دیگه نیست. من 2 تا نکته اینجا میخوام عرض بکنم. نکته اول این که ما معتقد به موازنه قدرت و موازنه قوا در جنگ هستیم.
این نیست که ما بیگدار با آب بزنیم، معادلات نظامی در نظر نگیریم، حتما در نظر بله. ولی نکته مهم اینه که منطق ما در این معادلات منطق اهل دنیا نیست. منطق اهل دنیا 1:1، منطق ما با این توضیحات که عرض کردیم 1:10 در شرایط ایدئال، در شرایط ضعف هم 1:2. این نکته اول. نکته دوم این که رمز قدرت نیروی ایمان و نیروهای سپاه اسلام همین نکته های در واقع انگیزه های آرمانیه. این انگیزه های آرمانی رو نباید از دست داد و نباید گرفت. ببینید کسی که می رود و با قدرت مقابل دشمن می ایستد چون دل به ملاقات پروردگار دوخته، چون دلداده محبت خداست، چون در انتظار شهادت، عاشق شهادت. من در زندگی یکی از این سردارانی که اخیراً شهید شد، سردار رشید، دیدم که 3 روز قبل از شهادتشون یه دستنوشته از ایشون منتشر شد که 3 روز قبل از شهادت نوشتن. اونجا میگن خدایا پس کی وقت رفتن ما میرسه؟ من در 20 سالگی منتظر شهادت بودم، 30 سالگی منتظر بودم، 40 سالگی منتظر بودم، 50، خدایا 70 سالم شد، کی قرار من رو به این فیض بزرگ؟ این کسی که با این نیت میاد جلو، اینه که قدرت این چنینی پیدا میکنه. حتی اگر انگیزه های از قبیل وطن که مقدس هست مطرح بشه، باید وطن الهی باشه که انگیزه ما باشه. وطن توحیدی، وطن توحیدی، وطن الهی، ایران عاشورایی که صحن امام رضاست، ایرانی که موطن اهل بیت علیهم السلامه، یعنی رنگ الهی باید پیدا بکنه، خاکی که عطر توحید میده، خاکی که عطر توحید میده. ولی اگر این نباشه خب انسان چه انگیزه ای داره برای خاک؟ ولذا میخوام عرض بکنم انگیزه های تمدنی و آرمان های الهی رو تقویت بکنیم و اینها رو از دست ندیم. درست. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، امروز یعنی در آستانه شهادت سید الساجدین هستیم. از امام سجاد سوال شد که در کربلا کی پیروز شد؟ فرمود که وقت اذان، وقت نماز که شد، به اون سوال کننده فرمود وقت نماز که شد، فاذن و اقم تعرف من الغالب، اذان بگو، اقامه بگو، میفهمی کی پیروز بود. کنایه از این که پدر من با هدف حراست از اسلام و حفاظت از اسلام قیام کرد و نام پیغمبر وقتی هنوز بر معزنه ها هست، پس پدر من پیروز بوده است. این حرف کاملا حرف درستی است، منتها با منطق اهل بیت و با منطق پیروزی به معنای خاصی گفته شده. من میخوام با منطق اهل دنیا یه بررسی بکنم ببینم امام حسین پیروز شد یا نه. یعنی این منطق امام سجاد علیه السلام که کاملا درستم هست، اینو فعلا نادیده بگیریم با منطق اهل دنیا. من این مثالی بزنم، البته قبلش عذرخواهی بکنم از این باب که این مثال ها نمیتونه حق مطلب رو ادا بکنه. نیست. ببینید در رقابت های ورزشی بعضی وقتا تیم ملی ما مثلا 2 تا گل خورده بعدم باخته، ولی همه میگن پیروز بود. میگیم چطور پیروز بود؟ میگن مگه ندیدید 10 تا موقعیت گل درست کرد؟ مگه ندیدید چجور دروازه دشمن رو بلند چقدر خوب بازی کرد؟ چقدر خوب بازی کرد؟ اون تیم اول جهانه، تیم ما مقابل اون مثلا 90 دقیقه دوید، از پا نیفتاد، بچه‌های ما پیروز بودن. این منطقه اهل دنیاست. یعنی یه جاهایی پیروزی و شکست صرفاً به این نیستش که تو در این مواجهه ظاهری بازوی دشمن رو خوابوندی یا نخوابوندی. ببینید سپاه امام حسین علیه السلام 72 نفر، سپاه عمر سعد طبق روایتی که از امام صادق نقل شده 30,000 نفر، یعنی به ازای هر 1 نفر در خیمگاه امام حسین 420 نفر در طرف مقابل. شما ببینید مواجهه رو، چه مواجهه سنگینیه. اونم تازه این 70 نفر این طرف کسانی مثلا قاسم ابن الحسن رو ما داریم یکی حساب میکنیم، عبدالله ابن الحسن، یه نوجوان 13 ساله، عبدالله ابن الحسن سلام الله علیه، یک طفل داریم یه نفر حساب. بله. خب بعد شما ببینید این جنگ چند ساعت به طول انجامید. آخه 400 نفر بخوان یه نفر رو بکشن، مگه چقدر باید طول بکشه؟ که حالا 30,000 نفر حالا میخوان 70 نفر رو به شهادت برسن. چرا اینقدر باید طول بکشه این جنگ؟ از صبح شروع میشه تا غروب ادامه داره. بله. نکته جالبتر، نمیدونم این آمار رو شنیدید یا نه، میدونید چند نفر از سپاه دشمن کشته شدن در ماجرای عاشورا؟ آمار زیادی است، آمار مختلفیه، ولی بله. اونی که حالا من از میانگین آمارها عرض میکنم 2000 نفره.
یعنی به ازای هر یک نفر از سپاه امام حسین 30 نفر از سپاه مقابل حدوداً کشته شده. من میخوام اصلا این ماجرا رو بدیم به یک کسی که نگیم این طرف امام حسین بود و جبهه حق بود و اون طرف جبهه باطل بود و سپاه عمر سعد بود. بگیم یه جنگی در گرفت، این طرف 70 نفر، اون طرف 30,000 نفر. اون 30,000 نفر ازشون 2,000 تا کشته شد. این 70 نفر هم یک صبح تا غروب طول کشید تا اونها برشون غلبه کرد. 70 نفری که در محاصره بودن، تشنگی داشتن، تشنه بودن، در محاصره بودن، غریب بودن، از شهر و دیارشون خیلی فاصله داشتن. چه کسی پیروز میدان بود؟ با هر منطقی شما حساب بکنیم میگه این 70 نفر پیروز بودن. شجاعانه جنگیدن. چه عزتی آفریدن. گاهی رجزهای این نوجوانان این لشکر رو انسان میبینه عجب قدرتی، عجب شجاعتی، عجب صلابتی، چه ابهتی. این همون نصرت خداست. خدای متعال قدرت سپاه اسلام رو چند برابر میکنه. ولذا میخوام عرض بکنم ما در مواجهه رژیم صهیونیستی با هر منطقی که حساب بکنیم پیروزیم. این در صورتی است که رژیم صهیونیستی 10 برابر ما توان داشته باشه، عده و عده داشته باشه. الان که حضرت آقای جوادی اصلا آدم گاهی یاد این شعر میفته که ای مگس عرصه سیمرغ، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. بله. ارز خود میبری و زحمت ما میداری. آخه کل اراضی اشغالی که تحت سیطره شماست نسبت به ایران بزرگ مقایسه بکنید. کل جمعیت شما چقدر؟ اونم جمعیتی که انقدر دنیا طلب و ترسو و یه تقی به توقی میخوره همشون میخوان فرار بکنن. اگه مرزها رو نبسته بودن شاید 70-80 درصدشون همشون فرار کرده بودن. اون وقت ایران پهناور با 90 میلیون جمعیت شجاع، عربهای شجاع، کردهای شجاع، لرهای شجاع، آذریهای مازنیهای شجاع، در هر منطقه شما برید آمار شهدای این استانها رو در بیارید چقدر تو دفاع مقدس شهید دادن. 230,000 شهید. آخه مگر شوخیه؟ یعنی اونهایی که در مواجهه ایران و اسرائیل ایران و ایرانی رو میترسونن، من میخوام بگم یا احمقن یا خائن. درسته. از این دو حال خارج نیست. 1 دقیقه فرصت داریم تو پایین برنامه. چقدر؟ به من تایمو بگن بچه‌ها تا آخر برنامه. خب استاد یه دقیقه پس من دیگه عرضم تمامه دیگه. خلاصه عرض این که ان تنصر الله لذت بردیم، ان تنصر الله ینصرکم. یکی از جلوه‌های نصرت الهی اینه که خدای متعال قدرت مؤمنین رو مضاعف میکنه. بله. و افزایش میده و طبیعتاً این موجب میشه که پیروزی برای جامعه ایمانی زودتر به دست بیاد. خیلی متشکرم استاد عزیز و ارجمندآقای دکتر حاج ابوالقاسم بزرگوار و نازنین. ما هر برنامه رو تقدیم می‌کنیم به یک شهید. نام شهید بزرگوار سردار رشید اسلام رشید به میان آمد و به کلام آمد. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به او، گل یاد او رو در دل و جان خودمون می‌کاریم، به نیت او زیارت میریم. یه حدیث خیلی مهمم تو این برنامه استاد فرمودن، حدیث رایت. تو رو خدا این حدیث رو بخونیم، به بچه‌هامون یاد بدیم. فضیلت‌های امیرالمؤمنین آقا جانمون هست، ویژگی‌های بی‌نظیر او که واقعا حقیقت توحید رو در دل و جان ما استوارتر میکنه و فضیلت‌های او رو برای خودمون و اهل بیت خودمون بازگو کنیم. ممنونم که با همراه بودید. موکب فاطمه معصومه در مسیر نجف به کربلا هم عمود 1080 هست. اونایی که میخوان توی موکب مشارکت بکنن، خدمت بکنن، توفیق پیدا کنن، از برکات خدمت به سید شاد بهره مند بشن، عدد 22 رو بفرستن به 301122 که انشالله مشارکت بکنن. ممنونم که با همراه بودید. بعد از برنامه حتما به نیابت از طرف شما میریم زیارت خانم جان بانوی آواینه حضرت فاطمه معصومه و ان شاءالله که شما هم بهره مند بشید. تشکر ویژه از استاد حاج ابوالقاسم عزیز و نازنین. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سر از سبز و دلت آباد بینم. یا علی مدد. دلتون پر از یاد خدا و خدا نگهدار.